بینندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. سرخط مهمترین خبرهای روز. قضیه حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان در بروکسل بررسی می شود. اموال دولتی را که غارت می کند. اقتصاد تاجیکستان ضربه های جدی دیده است. مسجد بندی در خوجند. 70 سالی فرزانه فرزندی آزاردیده تاجیک طاهر عبدالجبار. رهبر نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان از جزئیات نشست بروکسل خبر داده گفت که جانب تاجیکستان در مورد حوادث اخیر کشور از جمله ممنوعیت حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان گزارش خواهد داد. هدایت بیشچیویچ، رهبر نمایندگی اتحادیه اروپا، در دوشنبه امروز 11 فوریه در نشست خبری گفت امیدوار مقامات دوشنبه در رابطه با مسائل رعایت حقوق بشر، پلورالیسم، آزادی بیان، ممنوعیت حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان، تروریستی اعلان شدنیان و بازداشت فعالان این حزب صحبت خواهند کرد. او در مورد احتمال جاری کردن تحریم علیه تاجیکستان در حالی که طرف تاجیکستان نتواند این سازمان را در زمینه‌های آزادی و حقوق بشر قانع کند گفت: از حالا چیزی گفتن زود است. تنها باید انتظار شد که نشست شورای همکاری بیان تاجیکستان و اتحادیه اروپا چگونه صورت میگیرد. بیشچیویچ نسبت به وضعیت کشور از جمله موارد نقض حقوق بشر، سرکوب مخالفان و محدودیت آزادی بیان و غیره قید کرد. از آنکه در تاجیکستان و منطقه چه میگذرد ما در جریان هستیم. قرار است نشست شورای همکاری اتحادیه اروپا و تاجیکستان در مورد حوادث اخیر این کشور از جمله مسائل مربوط به حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان در بروکسل پایتخت بلژیک در تاریخ 16 فوریه برگزار شود و سیراجدین اسلف، وزیر امور خارجه تاجیکستان، در این نشست طرف تاجیکستان را نمایندگی کند. فیض‌نسا واحد و حقوقشناس معروف تاجیک که چند پیش با دعوت اتحادیه اروپا به بروکسل رفته با نمایندگان این اتحاد دیدارها و گفتگوها انجام داده بود، گفته بود: سفیر اتحادیه اروپا عید به آسیای میانه میگوید در نشست آخرین در قزاقستان درباره وضعیت‌های اخیر کشورمان بعضی خواهش و درخواست‌ها و پیشنهادها به طرف تاجیکستان بودند اما هیچ نتیجه نداد. بنابراین من بعد موقع خود را جدی‌تر نموده در حالت پیش آمدن ضرورت تحریم جاری می‌کند. پالاتای حساب تاجیکستان در نتیجه تفتیش وزارت و کمیته‌ها و دیگر مؤسسه‌های دولتی در سال 2015 معین نموده است که از طرف آنها 160 میلیون سومانی پول دولت دزدیده شده است. در این باره رهبر پالاتای حساب دلمراد دولتزاده در نشست مطبوعاتی این نهاد اطلاع داد. با گفته او مبلغ دزدیده شده نظر به سال 2014 90 میلیون سومانی یعنی 2.3 مراتب بیشتر بوده است. این مقدار پول دزدی در نتیجه 438 تفتیش آدیتوری وزارت و کمیته و مؤسسه‌های دیگر دولتی معین شده است، اما این رقم آخران نیست. غیر از این در نتیجه تفتیش استفاده غیر مقصدناک پول به حجم 98 میلیون و 863 هزار سومانی، استفاده غیر عاقلانه مبلغ در حجم 135 میلیون و 456 هزار سومانی، کمامد مبلغ در حجم 211 میلیون و 861 هزار سومانی معین شد. یعنی با تصدیق این یاد همگی 660 میلیون سومانی پول دولت از طرف منصبداران دولتی ربوده شده است. اما با در نظر داشت سطح فساد در کشور و اینکه پالاتای حساب چه مقدار از این دزدی‌ها را آشکار نکرده است یا روی پوش کرده است، میتوان خلاصه کرد که این مبلغ میلیاردها سومانی را تشکیل میدهد. همگان میدانیم البته که فساد در همه شاخه‌های حاکمیت تاجیکستان ریشه دوانده است. از همه تأسف‌وارش این است که کشور ما در روی خط یکی از فساد زده ترین کشورهای دنیا محسوب می شود. در هر منبری وقتی از فساد گپ می رود آنجا حتما از تاجیکستان متاسفانه مثال زده می شود. یک چیز را قید کردن مناسب است که دزد اموال دولتی اگر در بالا به اصطلاح کریشه نداشته باشد، دزد هیچ وقت جسارت دزدی نمی کند. خلاصه تاجیکی بگیریم آب از بالا لای است. برای از بین بردن
فساد و دزدان اموال دولتی باید ریشه این دزدی ها را جست و بعداً خوش کنید که ریشه این فسادها البته شخصانی اول کشور می باشند. بعید نیست که یک قسم این دزدی ها به همان ریشه های بالا انتقال می یابند. رهبری هیئت صندوق بین المللی پول که این هیئت برای آموزش وضع به تاجیکستان آماده بود گفته است اقتصادی تاجیکستان ضربه های جدی خارجی دیده است. پول روس رهبر این هیئت که 10 روز در تاجیکستان قرار داشته است در اطلاعیه‌ای که نشر کرده است میگوید دوام 18 ماه اخیر اقتصادی تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه ضربه های جدی اقتصادی خارجی دیدند. این ضربه ها به کمشوی مبلغ انتقال دهنده مهاجران کاری و درآمد از حساب صادرات رسانیدند. صندوق بین المللی گفته است تیار است به تاجیکستان کمک‌های فنی رساند، اما شرط آن را روی دستگیری یک برنامه موثر اقتصادی نامیده است. پول روس ضمن سفرش به تاجیکستان با سروزیر کشور قاهی رسولزاده، معاون اقتصادی او دولت سعید و رئیس بانک ملی جمشید نور محمدزاده دیدار و گفتگو نموده است. بینندگان گرامی، اکنون برایتان خبرهای کوتاه‌ترین و مهم جهان را پیشکش می‌نماییم. فدراسیون فوتبال تاجیکستان هواداران اشدی تیم ملی تاجیکستان را به تماشای بازی منتخب تاجیکستان و استرالیا دعوت کرده است. رقابت این دو تیم 24 مارس سال روان در شهر ادلید استرالیا در چارچوب دوره دوم تخصصی مسابقات جام جهان 2018 صورت می‌گیرد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان می‌گوید مبلغ عمومی سفر $2999 را تشکیل داده، خرج روادید، چیپته، سغورته و اقامه در مهمانخانه را در بر می‌گیرد. در ایران مراسم‌های برگزاری جشن 30 سالگی انقلاب اسلامی ادامه دارد. امروز 11 فوریه در تهران و شهرهای دیگر جمهوری اسلامی ایران راهپیمایی‌ها برگزار شد و شرکت کنندگان بیشتر بر ضد آمریکا و اسرائیل شعار دادند. گوربانگولی بردیمحمدov پرزیدنت ترکمنستان با یک سفر رسمی به تاجیکستان خواهد آمد. بنا به اطلاع مسئولین وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، سفر رسمی پرزیدنت ترکمنستان در سال روان به نظر گرفته شده است. 11 فوریه در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان پرویز دولتزاده، معاون وزیر با انشانقلی امنلیف، سفیر ترکمنستان آمادگی‌ها به این سفر را بررسی کردند. اینچنین ضمن ملاقات دایره وسیع مسائل رشد همکاری‌های دو جانبه بررسی گردیدند. با اطلاع پایگاه خبری پیامنت در شهر خوجند، کمیسیونی ویژه از طرف رئیس این شهر تأسیس یافته برای بستن مساجد به قول رئیس شهر زیادتی به کار آغاز کرده، علاقه از چند مسجد این شهر بازدید کرده است. روز 8 فوریه رئیس شهر خوجند رجبای احمدزاده دستور داده گفته است مساجدی که در نزدیکی مسجد دیگر قرار دارند به جایهای دیگر جمعیتی تبدیل داده شوند. یگان صیغه دوزندگی یا چایخانه کنید. اگر مسجد کلانتر باشد کودکستان کنید تا به مردم جایهای کاری شود. کمیسیون مذکور از حساب کارمندان کمیته دینی شهر و حفظ حقوق تشکیل کرده شده است. در خوجند که اهالیش حدود 200,000 نفر را تشکیل می‌دهد، 45 مسجد که از آن 5 تایش مسجد جامع است وجود دارد، یعنی برای هر 4500 نفر یک مسجد عمل می‌کند و مقامات بین آن مساجد زیادتی می‌جویند تا برای مردم جایهای کاری شود. رهبر جنبش مردمی رستاخیز طاهر عبدالجبار اگر عمر وفایش میکرد به سن 70 میرسید. روز 10 فوریه 70 سالگی طاهر عبدالجبار رهبر فقید جنبش مردمی رستاخیز که بسیاری او را معمار اصلی استقلال تاجیکستان نامش میبرند، در تاجیکستان برگزاری مراسم ویژه دایر شد. تنها در شبکه‌های اجتماعی چند نفر درباره نقش و جایگاه این سیاستمدار اقتصادشناس معروف تاجیک پست‌های گذاشتند و بار دیگر از این یادآور شدند که پیشنویس نخستین متن اعلامیه استقلال تاجیکستان را همین مرد نوشته بود.
اسم طاهر عبدالجبار همچون سیاستمدار باری اول روز 14 سپتامبر سال 1989 با انتخابش به رهبر جنبش مردمی رستاخیز نخستین سازمان سیاسی در مقابل حزب یکتاز کمونیست محترش شد. طاهر عبدالجبار به دنبال کنسپسیای مستقلیت اقتصادی تاجیکستان را نوشت که در روزنامه جوانان تاجیکستان چاپ شد. با وجود فشار سخت رژیم کمونیستی همان وقته طاهر عبدالجبار توانسته بود در انتخابات روز 25 فوریه سال 1990 از حوزه 8 وکیل شورای عالی پارلمان وقت تاجیکستان انتخاب شود. طاهر عبدالجبار در پارلمان آن وقته کشور وکیلی بود که با موضع‌گیری‌های آشکار و انتقادی خود نسبت به حاکمان وقت کشور فرق می‌کرد. حیدرشاه اکبرزاده وکیل آن هیئت پارلمان تاجیکستان می‌گوید: طاهر عبدالجبار را در شورای عالی حتی آنهایی که نظرهایش را قبول نداشتند همچون دانشمند اعتراف میکردند، چون که استاد طاهر خیلی عالمانه صحبت میکرد. البته به رهبران وقت خوش نمی آید حرفایش، ولی آن دوران یک دوران گذشته بود که دیگر اندیشی را مجبور بودند تا حد تحمل کنند. آن نخستین شورای عالی بود که به آن در برابر وکیلان دست نشانده حزب کمونیست وکیلان مستقل هم راه یافته بودند و مثل طاهر عبدالجبار نظر خود را آزادانه می گفتند. از بس که جریان اجلاسیه ها مستقیم از تلویزیون پخش می شد، در یک مدت کوتاه طاهر عبدالجبار در سطح جمهوری معروف شد، چون که خیلی آشکار و در عین زمان عالمانه صحبت می کرد و همه می دید که او از وکیلان دیگر شورای عالی یک سر و گردن بالاتر است. استاد طاهر عبدالجبار یک عالم واقعی، مرد عالی همت، شخصی به آلایش، از همه مهمش وطن دوست و ملت دوست بود. با علم و ملکه‌ای که داشت کوشش میکرد برای وطن خدمت کرده باشد. به اندیشه من خدمت شایان استاد به تاجیکستان صاحب استقلال حد و کنار ندارد. مقامداران همه صاحب منصبان همان وقت پیشنهادها درخواست استاد را میشنیدند اما رد میکردند، ولی کمی نگذشته با کمی تغییر از بام خود آن را تطبیق میکردند. خدمت آن بزرگوار در راه خودشناسی ملی قیاس ناپذیر است. در صحبت‌ها بارها تکرار میکردند که همیشه خودشناس و ملت دوست باشیم. من یک مجلسی شورای عالی که تخمینا ماه دکبر سال 1991 بود هیچ از خاطر من نمی رود. در آنجا مسئله ارتش حل می شد، یعنی آن ارتشی که از سابق شوروی به ما میراث ماند، آن مال تاجیکستان باشد یا مال روسیه، هم میگفتن که مال روسیه باشد. اما استاد تاکید کردند، اصرار می‌ورزیدند که اما ارتشی که از اتحاد شوروی در حدود تاجیکستان است مال تاجیکستان شود. وقتی که صدای آن کس را نشنیدن، با اعتبار ندادن، از میکروفون ششم راست به پیش آمدند به نزدیک رحمان نبیو و گفتند که آن دولتی که ارتش ندارد و دولت نیست، باید ارتشی که در حدود تاجیکستان از اون تاجیکستان باشد. اما افسوس که این پیشنهاد، این درخواست استاد همان وقت قبول نشد و رحمان نبیو یادم هست که گفت که ما ارمیا را خورانده پوشانده نمیتونیم، ما را روسیه حمایت میکنه. انا همین فکر غلط ما به سر ملت ما چه بدبختی ها آورد. بنابراین حتی بعضی صاحب منصبان ما، حتی رئیس جمهور در یک واقعه در مسکو شکوه کرده بود که از اتحاد شوروی به ما یک کارت چوبین هم نرسید به ارتش ما. ببینید خدمت استاد را واقعا ما قدر استاد را در زندگیشان نرفتیم، نشناختیم. اما افسوس که اون شخص برای ما خیلی خدمت‌های بسیار کردن، خیلی کارهای کردن. انشاءالله روزی میرسد که ما به قدر این شخص بزرگوار میرسیم. بینندگان گرامی، این بود چند خبرهای مهمی روز که برایتان پیشکش نمودیم. سعادتمند و پیروز باشید. خدا حافظ.